خیلی خوشحالیم که با یه ویدیو دیگه در خدمت شما هستیم. امروز اومدیم با یه آهنگ دیگه و یه شخصیت جدیدی که تا الان گوش ندادیم بچه‌ها. آقای اسماعیل، مستر اسماعیل، یکی از رپرهای خوب تاجیکستان. خیلی معرفیش کردن، گفتن این آهنگاشو برو ویو ببین و ما هم اولین آهنگش که انتخاب کردیم فکر کنم پاپوری باشه، پوپوری نمیدونم، حالا همچین چیزی. وقت طرف نکنیم، بریم این آهنگو زود با هم گوش بدیم. خوشم میاد که آدمای جدیدو مثلا پیدا میکنم، ببینم چی جوری میکنن. حال میده. رپرم هست و خیلی انتظار ازش داریم. امیدوارم خوب باشه چون اسمشو زیاد شنیدم توی کامنت ها. تیسل اسپانسر بای. اوه اینجا کجاست؟ تاجیکستانه. چه خوشگله، خیلی چه تمیز هوا. ها ماشین رو دیدی؟ ریو چه اینو رفت سراغ سیاه. Hey, how are you? You need some help? Yes, I do. My flat got delayed and I don't know anywhere in the city. میگه که به کمک نیازه. میگه آره یکی از دوستای من قرار بوده بیاد، الان نمیدونم کجاست. Can you help me? میتونی کمک کنی؟ Definitely. I'm the best guide in the city. Let's go. اوه چه پررو. میگه I'm the best guy in the city. من بهترینم توی شهر. I'm gonna show you. I got you. I got you. Yeah man, you got a cold. چه جالب. میگه تیکه مثل اون آهنگه نبود؟ آهنگه بود میگفت خدا نشانسی کنن شانتانی تانی دنه نه. یه دونه از ریاکشن همون بودیم با این همین جوری شروع شد اولش. فهمیدی؟ هم دختر عروس شده بود. آره حافظم قویه. خب ورداش حج خانومو برد که نشون بده بهش. بچه‌مون تاجیکستان let's go. خوشگله. چه خونه‌اش تمیزه. کجا؟ I love دنگارا. دنگارا یا دنجارا؟ دنگارا بیشتر میخوره. اوه چه جالب. دوستش هم نبود، برد یه جا دیگه. آره چه جالب، خیلی خوب بود. میدونی اینو که میشنوم یاد اون آهنگی که توی ایران خونده بودن همه رپرها از همه جا بودن، خیلی شبیه اونه با لهجه‌های مختلف. آره. خیلی خوب داره میخونه واقعا، آفرین. چیزش سطحش بالاست، یارو رپر خفنیه به نظرم. خیلی خوب داره میخونه. کجا؟ کجا رو گفت؟ برای تو من میدم جان. بله لباسای زیبا و خفن تاجیکی که من همیشه عاشقشونم. خیلی شادن، واقعا دوستشون دارم. Stop. What the hell are you talking about? وای حبیبی کام تو چی؟ یه بار دیگه بگو. اوه چه سخته جایی که میگه. شیشلیک رو زدن بر بدن ها. خوجند رو فهمیدم. خوجند یکی از مناطق تاجیکستانه. خیلی باحاله، واقعا باحاله. خیلی انرژی خوبی داره و اینکه خوبم داره میخونه. اجراش خیلی قویه. دختره پشماش ریخته ها. آره یادش رفت.
رفت یه سبک دیگه. بهمونم یه لباس داد. رسید اونجا. بدخشان یکی از جاهای معروف تاجیکستانه. چه خوب رفت این یه تیکه رو، خیلی خوب رایم خفنی داشت. چی بود؟ نمیدونم. خوشمزه بود هرچی بود. چه چوبال داره بدخشان. خب بام جهان توی تاجیکستانه. خب میگه که خوش آمدی به گرم چشمه در بام جهان بدخشان. اینم دیگه خیلی خوبه، عالی بود. حبیبی مناطق کوهستانی خوبی داره، خیلی کوههای بلند. خوشحالی؟ دختره کو؟ تاجیکم من تاجیکم. کوها رو بدید؟ چه بناها و چیزای خفنی دارید، آفرین. تاجیک چیز آفریقایی دیگه. خبیبی خیلی آهنگ باحالی بود به نظرم و خیلی جذاب بود. کاش این پسرا رو زودتر پیدا کرده بودیم و اینکه قراره ازش ویدیو زیاد بذاریم، چون به نظرم رپر خوبی میتونه باشه، حتی گنگ هم به نظرم خوب بتونه بخونه. من که خیلی خوشم اومد. تو چطور بود؟ خیلی باحال بود. هم شاد بود، تصویرهای جالب از چند تا جاهای مختلف داشت توضیح میداد، کلا داشت راجع به تاجیکستان حرف میزد. خیلی باحال بود به نظرم، موضوعش عالی بود. و مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، سابسکرایب کنید و برای دوستاتون هم بفرستید. خیلی دوستتون داریم. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.